سلام، من مهشادم و این اولین ویدیو از کانال فکت و فرهنگ. اگر که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید لطفاً تا آخرش همراه من باشید و اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید. توی این کانال قراره که راجع به روزمرگی های یک مهاجر ایرانی بشنوید. مهاجری که 2 سال پیش به دانمارک مهاجرت کرد تا بتونه کارشناسی ارشد فوق لیسانسش رو اینجا بخونه و الان دیگه فارغ التحصیل شده و دغدغه‌های جدیدی برای زندگیش اضافه شده. در کنارش دغدغه‌های زیادی رو تا این لحظه داشته و پشت سر گذاشته. اگر که شما هم تو فکر مهاجرت هستید، اگر که علاقه دارید به شنیدن داستان‌های یه مهاجر، لطفاً سابسکرایب کنید. توی این کانال قراره که روزمرگی‌های یه مهاجر رو ببینید و راجع به فکت ها و تفاوت ها و هر چیز شوکه کننده ای که ممکنه برای یه مهاجر پیش بیاد بشنوید. پس با من همراه باشید تا با هم دیگه از دوربین من و از نگاه من دنیای یک مهاجر ایرانی رو توی دانمارک و گاهی وقتا کشورهای دیگه ببینید و با هم دیگه تجربه کنیم و یاد بگیریم.